درود به همه شما عزیزان. امیدوارم تا این لحظه روز خوب و پر انرژی داشته باشید. قبل از هر چیز از همه پیام‌ها، کامنت‌ها و انرژی‌های خوبی که برای من فرستادید صمیمانه تشکر می‌کنم. در اینجا می‌خوام به نکته مهمی اشاره کنم. گاهی اوقات وقتی برای مدت زیادی در چرخه پرسیدن و بررسی کردن باقی می‌مانیم، بلکه ترس از برداشتن قدم بعدی یا روبرو شدن با یک مسیر ناشناخته باشد. پرسیدن و تحقیق کردن بسیار مهم است، اما در نهایت زمانی به شناخت واقعی می‌رسیم که یک قدم جلوتر برویم و فرصت را از نزدیک بررسی کنیم. اگر هنوز مطمئن نیستید، وارد دوره آزمایشی شوید و اطلاعات را با دقت بررسی کنید. معمولاً پرسش‌های اصلی شما از همانجا شروع می‌شوند، چون با جزئیات بیشتری آشنا می‌شوید و می‌توانید تصمیم آگاهانه‌تری بگیرید. در این مسیر یک کوچ با تجربه نیز همراه شماست تا به سوالاتتان پاسخ دهد، ابهامات را برطرف کند و به شما کمک کند بهترین تصمیم را بر اساس شرایط و اهداف خودتان بگیرید. در این دوره 30 روزه هیچ تعهدی برای ادامه دادن ندارید و طبق شرایط تعیین شده اگر احساس کردید این مسیر مناسب شما نیست، می توانید درخواست بازگشت وجه بدهید. بنابراین بدون عجله و بدون فشار فقط قدم بعدی را بردارید و این فرصت را به درستی بررسی کنید. حالا من یک سوال از شما دارم. آیا کسب کاری معتبر و قانونی می‌شناسید که بتوان آن را در کنار شغل فعلی با چند ساعت زمان در روز و سرمایه اولیه‌ای نسبتاً کم آغاز کرد؟ کسب کاری که از یک سیستم خودکار، آموزش‌های مرحله به مرحله و همراهی منتور و کوچ برخوردار باشد و بتوان آن را از هر مکانی مدیریت کرد؟ طبیعتاً در ابتدای مسیر برای یادگیری آموزش‌ها و راه‌اندازی اصولی کار باید زمان بیشتری اختصاص بدهید. اما با کسب تجربه و شکل‌گیری سیستم امکان مدیریت آن با زمان کمتر فراهم می‌شود. یکی از مهمترین مزیت‌های این مدل کسب کار استفاده از سیستم اتوماتیک است. سیستمی که بخش قابل توجهی از فرآیندها را برای شما انجام می‌دهد. در کنار آن از تجربه منتورها و کوچ‌هایی استفاده می‌کنید که این مسیر را پیش از شما طی کردند. البته موفقیت در هیچ کسب کاری تضمین شده نیست. میزان و زمان رسیدن به نتیجه برای هر فرد متفاوت است و به عواملی مانند تلاش، استمرار، یادگیری و عملکرد او بستگی دارد. اما این مسیر می‌تواند فرصتی باشد برای ساختن یک منبع درآمد جدید و ایجاد آینده‌ای انعطاف پذیرتر. اگر کسب کاری با تمام این ویژگی‌ها می‌شناسید، خوشحال می‌شوم آن را با من و دیگران در میان بگذارید. اما اگر هنوز چنین گزینه‌ای پیدا نکرده اید، شاید این همان فرصتی باشد که ارزش بررسی کردن دارد. لازم نیست همین امروز تصمیم نهایی بگیرید. فقط اطلاعات رو ببینید، تحقیق کنید، سوال بپرسید و سپس آگاهانه تصمیم بگیرید. در پایان میخوام با جمله معروفی از وارن بافت صحبتام رو تموم کنم. اگر راهی پیدا نکنید که در زمان خواب هم درآمد داشته باشید، مجبور خواهید بود تا پایان عمر کار کنید. هدف از ساختن یک سیستم درآمدی این نیست که بدون تلاش پول به دست بیاوریم، بلکه این است که تمام درآمد ما فقط به ساعتهای کار فیزیکیمان وابسته نباشد. پس اجازه ندهید ترس از ناشناخته ها مانع شناختن یک فرصت تازه شود. قدم بعدی را بردارید. این کسب و کار را با دقت بررسی کنید و ببینید آیا با اهداف و شرایط زندگی شما هماهنگ است یا نه. من در تمام این مسیر اینجا هستم و با خوشحالی به سوالات شما پاسخ میدم. برای همه شما آرزوی موفقیت دارم. روزتان خوش و پر انرژی.